سلام رفقای گل کانال پوریا وست. تو ویدیوی امروز ما قراره باور نکردنی ترین قایقای تفریحی دنیا رو ببینیم. اصلا در تصور نمی گنجه که بعضی از این قایقا چقدر خفنه. دوبلش هم خیلی باحال شده. بریم سراغ ویدیو. این قایق تفریحی 1 میلیارد دلاری انقدر بزرگه که میتونه یه شهر رو دریا نگه داره. واقعا آدما چجوری اینو ساخته؟ میخوام بهتون نشون بدم که این با یه قایق تفریحی 300 میلیونی چه فرقی داره. بعدش هم یه قایق 50 میلیون دلاری و همینجوری میایم تا به این $1 برسیم. داداش چرا این قایقو $1 به من انداختی؟ از پس هزینه انبارش بر نمیاد. چقدر؟ $18,000. یعنی سالی 18,000 تا میدی پایین؟ آره. که این تو بیا داداش. ممنونم. وقتی سوارش شدیم کاملا معلوم بود که چرا این قایق $1 میارزه. خب تا اینجاش که به خیر گذشته، ان شاءالله از این ببرم همینه. فکر نمی‌کردم کفش اینقدر خراب باشه. حتی $1 هم نمیارزه. وای داریم غرق میشیم. ای وای، به محض اینکه قایقو گذاشتیم تو آب شروع به غرق شدن کرد. بریم بالا. خودتون نجات بده چله. بپر. ای وای، $1 پولشو داده بودم. خب این از قایق $1. در ادامه براتون یه قایق 50 میلیون دلاری داریم، یه 300 میلیونی و یه 1 میلیاردی. ولی اول بریم سراغ این قایق 1 میلیون دلاری که از چیزی که فکر میکردم کوچیک‌تره. بچه‌ها بریزید بالا. خیلی خوب. ببینیم توش چه شکلیه. توی این قایق یه سالن بزرگ بهتون میدن، یه اتاق خواب مستر زیر عرشه، یه اتاق خواب دیگه که نمیتونم توش وایسم و از این تخت و قلوها واسه بچه‌ها. مگه تو بچه داری؟ ولی کریس، چندلر، کارل و نولان. همه تو نباشه بچه‌ها، من پشت رو درخواست نیروی پشتیبانی. نکن جون مادر، الان پلیس میاد رو سرم. گارد ساحلی رو خبر اگه کن. اینو به چرخونم کریس میافته. نه نکنه. چه خوش میگذره. ای وای. واقعیتش به عنوان یه قایق 1 میلیون دلاری یه خورده کوچول موچولوه. ببینیم این رفقامون ویدیوامونو میبینن. وای خدا اونجا رو مستر بیسته. معلومه که میبینن. خیلی باحال بود. حالا بریم تو قایق 10 میلیون دلاری. 10 میلیون؟ میبینمتون. فعلا. وای خدا چه سرعتی داره. خب اینم از قایق 10 میلیون دلاری. بریم ببینیم چه جوریه. اینجا رو چه عرشه بزرگی هم داره. از اون یکی 10 هیچ جلوتره. ویو رو ببین. اینجا قشنگ میتونم آفتاب بگیرم. رنگم شده مثل گچ. ای جون دلم، به این میگن یه اتاق خواب درست حسابی. در ازای 9 میلیون دلار بیشتر میتونم وایسم. تازه پایین این پله ها 4 تا اتاق خواب دیگه هم هست. چرا این 2 تا دستشویی جلوی همه؟ یکی شیر داره جیمی. مثل قنبلت. اینجا کارتو میکنی، اینجا هم خودتو میشوری. دستمال توالت ندارن اینا؟ آمریکایی‌ها درک نمیکنه. تازه طبقه بالا هم هست. اینجا رو باش. صندلی‌های قایق قبلی چرمی و داغ بودن، ولی اینا خیلی خفن و نرمن. نرم و راحت. بچه‌ها جدی این بهترین قایقیه که تا حالا داداش سوار صبر کن شدم. تا بعدیشو ببینی، خیلی گنده تره. و چون این قایق خیلی گنده است، من بچه ها رو آوردم که همه با هم بریم اشغال. گنجایش این قایق 150 نفره. قراره به همه خوش بگذره. عجب. اتاقو ببین. حاجی اینجا علنا یه خونه بزرگه. از اونم بهتره. چرا تموم نمیشه؟ جیمی من هنوز به تهش نرسیدم. خدایی این خفن ترین اتاق خوابیه که تا اینجا دیدم. تازه نه تنها سرم نمیخوره به سقف، دستم هم بهش نمیرسه. این قایق اتاق پذیرایی داره، یه دفتر، اتاق ماساژ، 2 تا ناهارخوری و 7 تا اتاق خواب. تو حالا قایقی به این خفنی سوار نشده بودم. میتونم خودم برونم. شکلات. فیس بنزین تو فش کن. تو زندگی منو نجات شدی. قربانم. برگام با چیکار کنی؟ چطوری رفیق؟ ریلکس کردی؟ آره چه جورم. ماساژ تموم نشده؟ میخوری؟ شکلات نطلبید مراد. خب با همه بچه اینجا لش کردیم. داداش 100 تا اتاق خواب اینجاست، چرا همتون اینجایی؟ چون این تخته همش بهتره. با اینکه این قایق خفن ترین سرآشپزای دنیا رو داره، ولی متاسفانه بچه‌ها پیتزا می‌خواستن. پس یه سورپرایز براشون چیدن. رفقا ما همکنون کجاییم؟ روی حرف اچ. محل فرود هلیکوپتر. و اسنپ ما خارجی‌ها علنا با هلیکوپتر غذا میاره. مگه داریم؟ معلومه که داریم بیبی. از اون بالا داره هلیکوپتر میاد. برام نمیشه جدی برای اون پیتزا آورده. این دم و دستگاه واسه یه دونه پیتزا. حالا ما تو ایران هلیکوپتر نداریم برای رسوندن پیتزا، ولی دیجیکالا چند سال پیش سعی کرد یه طرحی بزنه که بسته ها رو با پهباد برسونه دست مردم، که فکر کنم به نتیجه هم نرسید چون ندیدیم پهبادو در سطح شهر تردد کنه. این دم و دستگاه واسه یه دونه پیتزا. من هنوز یه پارک دوبل نمیتونم بزنم، بعد این داشمون هلیکوپتر رو روی قایق فرود آورد. اینجا رو باش. قاعدتا نباید بعد از خوردن این همه پیتزا شنا کنیم، ولی وقتی توی قایق 25 میلیون دلاری هستی دیگه نمیشه دیگه. تازه وقتی 25 میلیون دلار پول داری به جت اسکی هم میدن.
تارک با جت اسکی رفت تو کلمه. مک پیتزا رو بگی. توی قایق 25 میلیونی فقط منم که دارم حال میکنم. اگه به نظرتون این یکی خفن بود باید این قایق 50 میلیون دلاری رو ببینید. اصلا دیدن که بود مانند بودن. بزن بریم توش. ما حالا روی این قایق 50 میلیون دلاری هستیم. این قایق تقریبا 75 متر 4 طبقه است، واسه 200 نفر جا داره و 20 تا خدمه همراهشه. تازه ببینید کی اینجاست. چطور این وقتی رفقا؟ 50 میلیون دلار پول دادی این کنترل گیرت میاد که باش میتونی هر وقت خاصی خدمه رو صدا امری بزنی. داشتین قربان. نه فقط میخواستم ببینم چه جوریه. البته اون کنترل کارایی دیگه‌ای هم میکنه. نوشته باش میتونیم تلویزیون بیاریم پایین. مگه داریم؟ چقدر لفتش میده. شاید خرابه. ما میریم پایین، شما برید طبقه بالا. اگه چیز باحالی دیدید بهمون بگید. خیلی خوب. اینجا خیلی بزرگه. یه قایق دیگه هم توش جا میشه. جیمی نه اینجا چیز باحالی نداره اصلا. اتاقو داشته. جالب اینجاست که من همینجوری دارم میرم، نمیدونم الان اولشم وسطشم چقدر مونده تا آخرش. خیلی گنده. در همین حال نولان خوابش برد و بهمون نرسید و داشت دنبالمون میگشت. ظاهرا پی دیویدسون هم باهاشونه. اگه نبینمشون قایق 50 میلیونی رو منفجر میکنن. نظر توی همچین قایق خفنی غذا چی میدن؟ شنیدم گوشه بره میدن. امکان نداره بره چرا؟ بدن. عمرن. شما نشون بده. ای وای من واقعا بره است. مک بدبخت اینجا تازه با مستر آشنا شده بود، بعد ذهنش هنوز فقیر بود، باورش نمیشد شام بهش بره بده. وای من واقعا بره است. اینطوری میچسبه. برنامه جدید نداری؟ آره سر یه برنامه به اسم پاپتیز که 4 می از پیکاک پخش میشه. 3 روز قبل از تولد من. نولان هم هنوز داشت دنبالمون میگشت. سرویس کدوم بره؟ یه عالم قایق اومدن دور و بر بیلبوردمون. نمیدونستم رو درگاه میشه بیلبورد زد. بریم بهشون شکل بدیم. شکلات رسوند شدم. یه شکلات میخوای؟ من خوشمزگیشو با شرافتم تضمین میکنم. غلطی چقدر خوبه. ادبش 11 میدم. هرشی اصلا به درد نمیخوره. هرشی سگی کیه بابا؟ بهترین شکلات ها فقط واسمه است. بزن نمره بده. خداییشو بخوام بگم از ریس خیلی بچه بهتره. شکلات شناسن ها. بگی داداش. من که شکلاتامو دارم. کارل آدامز خرسی مخصوص خودشو داره. برید به این فروشگاه هایی که اینجاست تا حضوری بخرید و از سایت feastables.com هم میتونید آنلاین بخرید. نظر مثبتت چیه؟ خوشمزه است، از همه شکلات‌ها خیلی بهتره. نمیدونم چرا مردم نمیان بخرن. فقم البته نمیدونه ایرانی‌ها تحریمن. چه خشه. و در نهایت نولان بهمون رسید. جیمی! نولان! یه شام خفنه دیگه زدیم و صبح روز بعد رفتیم به قایق 300 میلیون دلاری. این هیولایی که اینجا 300 میلیون دلار میارزه. 50 تا خدمه داره که هر چیزی بخوای برات فراهم میکنه. 49 تا اتاق لاکچری و 9 تا اتاق خواب مسته. درشه خوش اومدین. هش از سرش معلوم نیست. این قایق 69مین قایق بزرگ دنیا. دروغی که گفتید راسته؟ بله البته. شما برسه. این قایق 6 طبقه است. یه عرشه خفن داره و یه جکوزی با یه ویو زیبا. اینا زندگی میکنن زندگی هم ما رو. این قایق از همشون توی بهتره. قایق 300 میلیون دلاری میتونی با نمای اقیانوس ورزش کنی. اگه قایق منم باشگاه داشت الان آرنولد بودم. یه سالن سینمایی که پنجره‌هاش موقع فیلم دیدن تاریک میشه و حتی این میز که خودش اثر هنری و 3 میلیون دلار پولشه. تازه پیانوهاشون هم خودش آهنگ میزنه. اینو بدین من ببرم خونه. همه بچه‌ها پیچیدن تو سونا. بیاید بریم. داری موهاتو کوتاه می‌کنی؟ آره. کارل تو سونا بود؟ داداش زنده ای؟ تقریبا. نظر خیلی هات میاد. نولان هم که خدا میدونه کجاست. دارم میسوزم. خیلی حال میده که زیر نور خیلی آفتاب بدی داغه. جکوزی. طبقه پایین چی داره؟ اینجا رو. بچه‌ها جت اسکی به اندازه همه هست؟ این دره چیه؟ اوه من اینو کشف کردم. یکی از ما قراره از قایق پرچه بیرون. دوباره وقتی برو گم شو بیرون. نولان بدبخت. باید حواستون باشه سرعتی عمل کنید. جیمی کی شام میدی؟ حالا چون زنده بمون فعلا. بچه‌ها شبیه پولدارا رفتار کنید. بچه‌ها ترجیح میدید که 300 تا قایق 1 میلیون دلاری داشته باشید یا یه 300 میلیون دلاری؟ اینجوری هر روز سال میتونی سوار یکیشون من بشی. از پس نگهداری 300 تا قایق نظر برنمیام. شما چیه؟ 300 تا قایق عادی یا یه بزرگ؟ بزرگ دوست داری؟ آقایون متوجه قایقی که داره میاد شدید؟ نه. روی اون قایق احتمالاً تام بریدی باشه. یعنی در واقع هست باید بریم به استقبالش. بزن بریم.
سلام چطوری؟ اگه نمیدونید تام بردی کیه، اون یکی از خفن ترین بازیکنای فوتبال آمریکایی دنیاست. داداش اینجا میتونی موهاتو کوتاه کنی، اینم شبیه این دندون پزشکیاست. تمیزی مهمه. خدای قایق خفنی نیست. دست بردار شوخیت گرفته. نبینم قبل صبونه هی شکلات بچپونین تو حلقومتون، وگرنه مجبور میشم همشو قایم بکنم، چون این دوتا بروجک نمیذارن چیزی ازش باقی بمونه. قایق باحالیه، انگار تمومی نداره. باور کن قشنگترین قایق خدایی خیلی خوشگله. همه چی تمومه. او هنوز طبقه‌های بالا رو نرفتی. تازه اینا خودشون سلبریتی هستن و چشم مدل سیرن، ولی این قایقا انقدر خفنه که اینا میگن دست خوش دست خوش. آفرین آفرین، خدا قسمت کنه. همه چی تمومه. او هنوز طبقه‌های بالا رو نرفتیم. فیلم برداری تاریخ خیلی درست. شرمنده میکنی ممنون. اینجا 8 تا هلیکوپتر جا میشه. خدای محل فرود هلیکوپتر باید انقدر گنده باشه، نه اون یه ذره جا که اون یکی قایق داشت. تام بردی که اینجاست که باید یکم فوتبال آمریکایی بزنیم. بچه‌ها خیلی باله، دستمون رو ما اینجوری میگیریم، تام میندازه توش برامون. ریدم من البته. من بابت این کار پول گرفتم جیمی. ببین داداش بیا، اگه میتونی اون پهباد منو با توپ بزن بندازش. باشه، اگه بتونم با یه ضربه پهپادتون رو بزنم یعنی وقتش از بازنشستگی در بیاد. آره بابا. خطا میزنی بابا. آره امکانش هست. اولین امتحان. نولان داخل کردی کرم ضد آفتاب بزن. کارل تا تو عمرش یه دونه توپ هم نگرفته، تنها راهت اینه که با توپ بزنی تو سرش، وگرنه از دستش میده. کارل جون مادر تا برمونو نبر، داداش بنداز بره. ای وای داداش زدی تو سینه‌اش، گفتم با توپ بزن تو جاگیریش سرش. خیلی بد. بعد از کلی فوتبال بازی با تام بردی رفتیم دور همی یه فیلم خفن ببینیم. خدایی بین قایقا این از همش خفن‌تر نبود؟ 100%. ولی در جریان این که هنوز یه قایق 1 میلیارد دلاری هست که باید ببینیم. اون دیگه چقدر خفنه. 4 برابر این قایق است که توشیم. بزرگتر از اینم مگه داری؟ این قایق از 3 تا مجسمه آزادی کنار هم بزرگتره. میشه؟ اصلا نمیتونی تصور کنی چقدر عظیمه. علنا یه شهر شناوره، تقریبا 400 متر طولشه، 17 تا طبقه داره و تقریبا 10,000 نفر توش جا میشه. تو همه قایقای قبلی ما اتاق اختصاصی داشتیم، ولی این یکی بیشتر از 2000 تا اتاق داره. این قایق تفریحی سرسره داره، فروشگاه داره، زمین بسکتبال داره و یه عالمه چیز خفن دیگه که حتی نمیتونم بهش من انگوش کم آوردم. همش مال خودمونه. بچه‌ها خوش بگذار. بزن بریم. آره. چندلر از اون وره باشه. بریم ببینیم چی میشه. وای رسما وسط کشتی پارک آبی زدن. چرا داری میدوی؟ قانون کیلو چنده؟ این غریق نجات دکوری نیستا. تو پارک آبیشون موسیقی زنده هم دارن. یکی از طبقات کلا زمینای ورزشیه و هر چیزی که بخوای توشه. مینی گلف؟ بزن بریم. فکر می‌کردم تو کشتی مینی گلف بازی کنم. وقتی بهتون گفتم که این کشتی شهر شناوره اغراق نمی‌کرد. علنا 7 تا محله مختلف رو این کشتی وجود داره. باورتون میشه ما هنوز رو کشتی هستیم. به عنوان مثال این فقط یکی از محله هست. همین که اومدم طبقه پایین انگار وارد یه دنیای دیگه شدم. نگاه کنید چند خب فلکم داره. اینجا فروشگاه داره، رستوران، گیم نت و حتی استارباکس. چندلر چیه؟ میتونی جلوی 100 میلیون نفر این توپ رو گل کنی؟ صندلی‌ها رو که ازم نگرفتن هیچی، کلی دیگه شون هم خالیه. شهر عجیبیه. و یه طبقه کاملا برای تئاتر و نمایش و اینجور چیز است. این دیگه آخرشه. کل کشتی واسه خودمونه. مونه. مطمئناً این همه امکانات برای ما خیلی زیاده، پس ما سابسکرایبرامون هم دعوت کردیم بیان. من مستر دوست دارم. سرویس رو دنبال کنیم. برگام این کشتیه یا چی خیلی قشنگه. بزنین بریم. میتره کنیم. میخوام برم چرخ و فلک سوار شم. چرخ و فلک. خیلی خفنه. چندلر کجا رفت؟ و درست وقتی که فکر کردیم همه جای کشتی رو دیدیم، این چیه دیگه؟ آدما چجوری اینجا رو ساخته؟ توی این فروشگاه بزرگ، توی این کشتی بزرگ، یه بار خیلی خفنه که از آسمون میاد پایین. اون ربات‌ها چی ان اونجا؟ واسه بار رباتیکه. ای وای برگشت به تنظیمات کف دستی. اینم منوی غذای کودک. بچه‌ها و سابسکرایبرها داشتن حسابی از این تجربه لذت می‌بردن. فلان نکن جان. با تو عمری روز. البته هنوز یه سورپرایز دیگه هم براشون داشتم، بنابراین گفتم نولان جمعشون کنه اینجا. یه خبر خوب براتون دارم. همه سابسکرایبرایی که امروز با همون بودن میتونن 3 شب مجانی تو این کشتی بمونن. اگه تو هم دوست
دوست داری تو یکی از ویدیوهامون باشی سابسکرایب کن، شاید همدیگه رو دیدیم. یه ویدیوی مخفی مستر بیست وجود داره که قرار نیست روی یوتیوب باشه، ولی ما واسهتون پیداش میکنیم و دوبلش میکنیم و اگه شد روی یوتیوب و اگه نشد روی وبسایتمون وست مدیا براتون میذاریمش. من بیشتر از $1,000,000 سر این ویدیو خرج کردم، پس حتما ببینیدش. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. کانال دوممون فیلم و تایم، لینکش میاد اینجا. لطفاً فقط بچهای فیلم و سریال باز سابسکرایب کنن. توش خلاصه خفن ترین فیلمای دنیا رو با گوینده های حرفه‌ای براتون میذاریم. لینکش زیر ویدیو هم هست یا میتونید توی یوتیوب سرچ کنید فیلم و تایم. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.